آتیش درست شد. بعد الان اومدم دیدم این درختمو یه شاخه خیلی بزرگ دارم نشون بدم. این شاخه رو می‌بینی؟ خیلی بزرگه. می‌بینی این کتاکلو؟ این شکر الان دیدم این تو طوفان و باد و این شکسته افتادش اینجا گیر کرد. حالا من اینو باید فردا درش بیارم. شانس آوردم تو حیاط خونه همسایه نیفته. یه کله یارو میافتاد ترکیده بود. درخت خیلی درخت خفن و خوشگلیه. آقا ما هم داریم درخت مشتی و نسبتا سندار و خفنی و تنومه و این شاخش البته شکسته. ولشون آقا فعلا حال کنیم. منقل بزرگه نتونستم در بیارم تو حیاط دیگه. در همین موضوع اصلا در باز نمیشه برم بیرون. یخ زده پشتش برفه. بعد منقل کبابه. موقعا آتیشو بزرگتر درست کنم ولی خب نمیشه. اما یخچال طبیعی داریم. بعد جالبش اینجاست که انقدر هوا سرده. اینو که من میذارم مثلا اینجا به قول معروف آبجو بیش از اندازه دیگه سرد میشه. انقدر که اصلا حساب یعنی آدم میذاره دیگه ناراحت کننده از خوردنش. چون آبجو خیلی هم سرد باشه دیگه واقعا پدر مغز و سینوس آدم درد میگیره. یه دمای متعادل خوب. بعد خلاصه که اصلا گرم نمیشه انقدر سرد هوا. باید برم توی آتیش که گرم شه. سلام علیکم. سلوت آقا. واه ولی حال میده. بخارو آبجو میخورم بخارش بیشتره. بعد من اینجا یه دارم واقعا برقیه دیگه. یعنی با باتری کار میکنه. برای بریدن نسبتا یه سری چیزا خوبه. من اول خریده بودم فکر میکردم مثلا میشه مثلا چوبای قطره اینقدر برید. دیدم نه اصلا مال این صحبت نیست. یه حوصله پس نشون نشه. ولی کلا توی یه سری چیزا خوبه. دیدم دیگه با خود دست و اینو نشونه جواب میده. آتیشا هم ردیف شد و سلوت.